سایت های جالبی هست من برای شما معرفی میکنم. مثلا یک سایتی هست به نام اسلام هاوس. با این سایت آشنا هستید؟ نه. خب دوستان عزیز به صفحه تلویزیونتون نگاه بکنید. یک سایتی هست به نام سایت اسلام هاوس. من این رو هاوس. بله اسلام هاوس. اسلام هاوس. بله من این رو کامنت میکنم خدمت شما عزیزان. اینجا کامنت کردم سایت اسلام هاوس. این سایت استاد میشه اونجا بنویسید نوشتم. این سایت بله این سایت جالبش در این است بله که 131 زبان به 131 زبان شما کتب اهل سنت را می توانید در این سایت دریافت بکنید. مثلا انگلیسی، اندونزی، کردی، ازبکی، بوسنی، اردو، بنگالی، فارسی، سواحلی، چینایی، عربی، حتی تاجیکی هم داره. این قسمت تاجیکیش است دوستان عزیز. قسمت تاجیکیش من باز میکنم ببینید همه کتاب هایی رو که بخواید به زبان تاجیکی در اینجا میتوانید که دریافت بکنید. دریافتش هم خیلی آسان است. حتی میتوانید جستجو بکنید، سرچ بکنید به زبان تاجیکی. ببینید هر کتابی رو که به تاجیکی بخواید، حتی ویدیوها رو، برنامه‌های مختلف رو به زبان تاجیکی میتوانید از اینجا دریافت بکنید. بعد جزاک الله خیرا بارک الله فیکم. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر از شما. مثلا بخش فارسیش هم برای شما عزیزان باز میکنم. این بخش فارسیش است و در اینجا کتاب هایی که نیاز دارید می توانید در اینجا خیلی یک جستجوی خیلی خوبم داره در اینجا. مثلا در این بالا نگاه کنید، در اینجا مثلا بنویسید با کیبورد فارسی بنویسید نماز. چون بخش فارسی این سایت کار خود ماست و من مدتی مدیریت بخش فارسیش رو به عهده داشتم. وقتی که این کتابا رو اضافه می کردیم، این مثلا نماز می نویسید، کتاب هایی که در مورد نماز هست رو برای شروط نماز، چگونه نماز بخوانیم، ای کسی که از نماز غافلی. و مثلا این کتاب رو اگر باز کنیم، این کتابی است که کتاب مختصری است که من نوشتم. هم می توانید بشنوید این کتاب رو در اینجا و هم دانلود بکنید. خیلی صفحه جالبی است. هم برای دانلود در اینجا هست، به شکل MP3 می توانید که دریافت بکنید. مثلا در اینجا کیفیت نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این رو کلیک میکنیم. بله در اینجا این کتاب رو برای شما میاره. می توانید که این رو دانلود بکنید و همین کتاب رو می توانید به زبانهای دیگر، مثلا پشتو، هلندی، دانمارکی، روسی، گرجستانی، هندی، لهستانی، ترکی، به هر زبانی که بخواید می توانید این کتاب ها رو شما در اونجا دریافت بکنید. حتی زبان روسی هم داره. زبان های مختلف شما می توانید کتاب هایی رو که دوست دارید در اینجا دریافت بکنید. مثلا این قسمت زبان روسی شد. مثلا در بخش زبان روسی بیش از 1329 کتاب هست در اینجا. این بخش روسیش است. یکی از سایت های بسیار جالب و بزرگی است که می توانید از این سایت استفاده بکنید دوستان عزیز. تشکر می کنم از عزیزان. همچنین یک سایت دیگری را هم برای شما معرفی کنم در اینجا. خدا کنه که این سایت هم باز بشه. بله این کتابخانه عقیده یا کتابخانه قلم هست. این رو هم خدمت شما عزیزان لینکش رو می نویسم.
دوستان اگر نشون بدن در این کتابخانه هم شما می توانید به زبانهای مختلف، این سایتی است که خودمون درست کردیم با جناب شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه و این نتیجه تقریباً 4-5 سال زحمتی است که کشیده شده و مدیریت این سایت را هم تقریباً به مدت 7-8 سال من به عهده داشتم. اینم به زبانهای پشتو، فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، تاجیکی و مالایی می توانید که در این کتابخانه کتاب‌ها رو دریافت بکنید. مثلا یک کتابی رو در مورد زکات مثلا جستجو میکنیم، کلمه زکات رو سرچ میکنیم. بله، آموزش احکام زکات، توضیحاتی در مورد زکات، حکمت و فقه روزه، خمس غنایم. مثلا این کتاب آموزش احکام زکات رو روش کلیک میکنیم، به این شکل یک صفحه باز میشه. می توانید کتاب رو از اینجا دانلود بکنید. خیلی راحت کتاب دانلود میشه. پی دی افش رو دانلود فایل پی دی اف، صفحه برای شما باز میشه. در مورد زکات خیلی واضح و آشکار همه مسائل رو در اینجا توضیح داده است. تشکر میکنم دوستان عزیز. حتی تفاسیر قرآن کریم رو هم شما می توانید از اینجا، مثلا کلمه دوستان نشون بدن اینجا رو، مثلا کلمه تفسیر رو می نویسیم، سرچ می کنیم، تفاسیر اهل سنت رو همه رو می توانید از اینجا دریافت بکنید. تفسیر نور، تفسیر میسر، تفسیر کوثر، تفسیر احسن الکلام، تفسیر کابلی، تفسیر آیت الکرسی، تفسیر معارف القرآن، تفسیر جلالین، تفسیر انوار القرآن. هر تفسیری رو که بخواید می توانید از اینجا تقریبا حدود 7 صفحه، یعنی بیش از تقریبا شاید چیزی در حدود 100 تا تفسیر در اینجا شما می توانید پیدا بکنید. تشکر می کنم از دوستان عزیز.